صبحتون بخیر. ببخشید دیر شد. دیدین میگن مثلا یه سری ماشینا هستن یه کرونومتر دارن جلوشون، میگن تا 0 تا 100 رو توی مثلا 6 ثانیه میره، تو 5 ثانیه میره. حالا ما هم 0 تا 60 ثانیه رو میخوایم ببینیم با چند نفر میریم. 410 نفر توی 1 دقیقه اول توی لایو ما آنلاین شدن ساعت 5 صبح. عالی. لطف دارین. صبح همگی بخیر باشه. امروز اومدم راجع به بخشش صحبت بکنم. دوستان عزیز، قطعا کار خیلی کردیم هممون که 5 صبح اجازه بیدار شدن، اراده بیدار شدن، اجازه بیدار شدن به همون داده شده. برای هر کار کوچیکی که انجام میدیم مجوز انجام اون کار رو به طریق کارهایی که قبلا انجام دادیم صادر کردیم. حالا این دید شهودی میخواد دیگه. بچه های کلاس فنگشوی 2 من میدونن من چی میگم. این چاکرای تاجی باز میخواد که تو بتونی یه تفسیر درست داشته باشی از وقایع، تفسیر معنوی داشته باشی. و من فکر میکنم که خیلی ها دوست دارن الان جای تو باشن، خیلی ها دوست دارن که 5 صبح بیدار شن و استفاده بکنن، اما اون اراده‌ای که باید به سراغشون نمیاد. مطمئنم شماهایی هم که جدید پا شدین، عادت به 5 صبح ندارین، مدام یک دیالوگ ذهنی قوی توی مغزتون بوده. بگی خب چه فرقی میکنه، حالا سیف شدهش رو میبینی، کی گفته 5 صبح بیدار شدن باعث موفقیت میشه و خیلی چیزهایی که بخواد مانع از بیدار شدنتون بشه، یا شاید روزهای دیگه که نتونستین بیدارشین به این دیالوگ ها جواب مثبت دادین. بچه ها، یک روزی یک جایی یک کار خیری من و شما انجام دادیم که برای موفقیتی که طلب کردیم از خدا ما رو وارد فرکانس 5 صبح بیدار شدن کرده. من خودم به شخصه خب به عشق شماها لایو رو باز میکنم و با همین لایو کم کم ذهنم روشن میشه و ادامه روزم رو میدم. وقتی که تازه 5 صبحی بودم و شروع کرده بودم، برای اینکه وسوسه نشم و نخوابم میومدم و بعد از لایو سال پیش این موقع ها بعد از لایو بلافاصله میکوبیدم میرفتم تا باشگاه انقلاب تا دیگه اصلا راه پس و پیش نداشته باشم دیگه، مجبور باشم که بیدار بمونم. و خب الان خدا رو بعد از 1 سال مکانیسم من خیلی تغییر کرد و راحت بیدار میمونم، راحت بیدار میشم، حتی خیلی وقت بدون آلارم میتونم این کار بکنم. بس به این مسیر ادامه بده. من امسال حالا سیاست های کاریمون طوریه که شاید حالا یک کلاس قبلا بچه های من کلاس داشتن 5 صبح، یعنی ما میمدیم ثبت نام میگرفتیم توی پیج خیلی خصوصی کلاس برگزار میکردیم. حالا برای یه سری سیاست فعلا این ما قصد این که کلاس اعلام کنیم رو نداریم ولی اینجا من لایو میذارم براتون. اون کسی که میخواد پیشرفت کنه باید بها بده. برای هر کاری باید بهای مخصوص اون کار پرداخت. اون کسی که میخواد اندام خوب داشته باشه باید به هوسش غلبه کنه، به تنبلیش غلبه کنه، پیاده رویش رو بره، ورزشش رو بکنه، رژیمش رو بگیره. اونی که میخواد تو کارش موفق بشه باید خیلی چیزا رو فدا کنه، شاید گشت و گذارهاش رو، شاید اون مردی که خیلی ثروتمنده نسبت به یک مردی که خیلی معمولیه تایم خیلی 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 کمتری بتونه برای زن و بچهش بذاره، یا یک زن ثروتمند بتونه تایم خیلی کمی. من خودم به شخصه خیلی کم میتونم برای خانواده‌ام وقت بذارم
و حتی تایم هایی که کنار عزیزام هستم دارم فکر میکنم بیشتر، شاید نیم ساعت 20 دقیقه تمرکز داشته باشم باشون حرف بزنم و بعدش دوباره دارم فکر میکنم که اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم و دیگه حالا عادت کردم به این قضیه. میخوام بگم که بهش رو به بها میدن نه به بهانه. اگر اوایل بیدار شدنته بهت توصیه میکنم حتما کتاب 5 صبحی ها رو حالا یا بخونی یا صوتیش رو بگیر. من تو فیدیبو دیدم هستش، من اپلیکیشن کتاب صوتیه، خیلی خیلی رو تاثیر خواهد گذاشت. ما انسان ها هر آنچه رو که باور کنیم خیلی قوی تر و راحت تر میتونیم انجام بدیم. نیروی اراده وقتی بیاد وسط به کمک باور معجزه رخ میده. برای همین اگر تازه 5 صبحی شدی حتما کتاب باشگاه 5 صبحی رابین شارما از نویسنده رابین شارما حتما بخونش و نیروی انگیزت رو چندین برابر بکن. اگر میخوای موفق بشی، موفقیت مالی، و من دیروز اومدم راجع به این صحبت کنم که من از کجا به کجا رسیدم. خب خیلی از فالوورای من جدیدن، میان یه ماشین خوب از من میبینن، یه خونه هم خوب میبینن و میگن خب دختر پول داره دیگه، در حالی که من از صفر همه چی رو ساختم و حالا امروز راجبش صحبت میکنم با بچه ها. و میخواستم بگم که بچه ها اگر من الان اینجا بایستادم بهاش رو پرداخت کردم. حتی اونایی که ذهنشون اینه که پول داشتن یک در واقع خانواده قوی میخواد، یه پشتوانه میخواد، من خیلی مثال ها دارم از افرادی که خانواده ثروتمند داشتن و پول رو از بین بردن چون که بهاش رو پرداخت نکردن. به همین دلیل اگر تو میخوای واقعا در سال 1400 درآمد 10 برابری بشه، ببین من چون به چشم این پروسه ها رو دیدم، درآمد 10 برابری برای کسی که مثلا الان ماهی 3 تومن میگیره، رسیدن به ماهی 30 تومن امسال به نظر من به سادگی آب خوردنه. فقط با 3 تا قانونی که بهتون میخوام امروز بگم. قانون اول اینه که تحت هر شرایطی ساعت 5 صبح بیدار شی. یعنی بگی من میخوام پیشرفت بکنم. حالا ما اینجا تو لایومون 2 دسته آدم داریم، آدمایی که میخوان پیشرفت مالی کنن، آدمایی که میخوان حالشون خوب باشه، حس دلشون خوب باشه و از خودشون رضایت داشته باشن. من امروز روی صحبتم سعی میکنم کلی‌تر هم باشه، ولی خیلی خوب مسائل مالی براشون اهمیت داره. خانم ها خیلی وارد عرصه کاری شدن و این برای ما باعث خوشحالی و امیده. اولین گام اینه که قول بده به خودت در سال 1400 هر روز ساعت 5 بیدار بشی. حالا ممکنه پیش بیاد، برای منم پیش اومده تو هفته یک بار آدم، من خودم مثلا وقتی که ورزش سنگین میکنم بدنم جسمم خسته است، نمیتونم، یه وقتی نمیتونم پاشم، یه روز ممکنه پیش بیاد، 2 روز ممکنه پیش بیاد. اینو من تو پرانتز بگم بهتون بچه‌ها، تغذیه به شدت در راندمان جسمی ما تأثیر میذاره. در هر صورت ما یک روحیم که در کالبد جسم هستیم، پس باید خیلی از جسممون مراقبت کنیم، هر چیزی رو نخوریم چون که انرژی نمیده. ما فقط باید دنبال موادی باشیم که انرژیزا باشه. حتما اگر یوتیوب ندارین امروز تو گوشیاتون یوتیوب بریزین و یه فیلتر شکن قوی. من یه سری کانال هایی رو دارم خودم تو یوتیوب خب چون یک در واقع اپلیکیشنیه که تشویق میکنه همه آدم ها تولید محتوای خوب داشته باشن که سابسکرایب بشن، بخاطر همین محتواهاش خیلی خوبه. من پریشب داشتم یه ویدیو تو یوتیوب نگاه میکنم راجع به 10 مواد مغذی که باعث افزایش راندمان مغز میشه. حالا توی اون مواد مغذی چیزایی که بنظرم جالبه آب پرتقال بود، چای سبز بود، قهوه تلخ بود، آب چغندر بود و حالا بلوبری که نداریم تو ایران انقدر تازه، ولی چیزایی که بهتون گفتم چیزای دم دسته، این هم گفت رو افزایش راندمان مغز کمک میکنه. استفاده از دانه ها مثل گردو،
آجیل‌های خام، به شرط اینکه در کنارش نگی خب اینا رو میخورم، حالا فست فودم میخورم، پفکم میخورم، چیپسم میخورم. خیلی وقتا آدم ناپرهیزی میکنه ولی یه گریزیه. 10 روز سالم کاریه، 1 روز میتونه چیت دی باشه یا گریز به این مسائل باشه. اگر دید معنوی و دید در واقع چاکرای تاجیت باز باشه، میبینی که همون 1 روز گریز هم 1 هفته تو رو به هم میریزه، راندمان مغز رو به شدت کاهش میده و اینا مسائلی هست که به مرور میفهمی. ولی خب اولین گام برای اینکه میخوای درآمدت رو 10 برابری کنی اینه که حتما سال 1400 چه من لایو گذاشتم چه یه روزایی لایو نذاشتم که سعی میکنم همه روزها باشم، لطفاً 5 صبح بیدار شو. داری یه پیامی به کائنات میدی با این کار. 1، من در مسیر رسیدن به موفقیت مالی امسال مصمم هستم. دومین مسئله اینه که شما وقتی 5 صبح بیدار میشی، حداقل تا ساعت 8 صبح، حداقل من دارم میگم، یک تایم بازی داری که 90% آدم ها خوابن، کسی بهت تکست نمیده، کسی بهت زنگ نمیزنه، افراد خانواده اکثرا خوابن و تو بهترین فرصت رو داری واسه اینکه رو پیشرفتت کار بکنی. میگن از کوزه برون ترابدان چه در اوست، یعنی ورودی خوب، خروجی مناسب. ورودی من فیلمایی بد باشه، خروجی من یه آدم ببخشید اسکلی میشم که همون فیلم ها رو دارم پس میدم. ورودی من آموزش خوب باشه، کتاب خوب باشه، یه آدمی میشم که میتونم تحلیل کنم، میتونم پلن بریزم و پس باید کتاب بخونی. یعنی دیدین من میگم 3 قانون طلایی رو بچه برین انجام بدین، 20 دقیقه ورزش کنین، 20 دقیقه بنویسین، 20 دقیقه کتاب بخونین. باید کتاب بخونی، چون ورودی اگر مناسب باشه خروجی مناسب میشه. من دیروز اومدم تو استوری گفتم بچه‌ها تعلق خاطر نداشته باشین. داستان گربه من یه داستان خیلی طولانیه که این گربه من این حالت شد، حمله کرد به کارگر من، بعد کارگر تمام پای این خانم خون انداخته بود، بعد کارگر من از ترسش هلش شده بود، این خورده بود به دیوار، یکی از چشماش از حدقه در اومده بود که مثلا تهران نبودم که منشی من اینو برده بود کلینیک کامرانی عمل کرده بود. بعد از اینکه گربه من عمل کرد، این قضیه هم بهتون میگم برای سال 97. بعد از اینکه گربه من عمل کرد اومد، ما 2 هفته ازش مراقبت کردیم، پیش مامانم بود، بعد من اینو بردم خونه خودم. پروسه 2 ماه گذشت. یه روز این گربه نابهنجاری بود، یعنی کارگر ما گفت به من حمله کرده، ما باورمون نشد که اینقدر میتونه وحشی باشه. ما گفتیم رفته تفلکی یه گازی بگیره، این کارگر وحشت کرد، اینو تق زد اون. و یه روز تو خونه خود من یه شب من رفتم از تو باکسش، به باکسش حساسیت بود، یه چیزی بیارم، حمله کرد که چشم منو در بیاره، که من اصلا رفتم توی دستشویی قایم شدم، در رو بستم، موبایل زنگ زدم به کلینیک کامرانی که بیایم، مثلا جرئت نمی‌کنم از تو دستشویی در بیام، پشت در دستشویی این پلنگ نشسته روش خورناس میکشه. حالا میگم این پروسه طولانی بود که بعد دیگه من از ترسم همون شب گفتم که باید بگذارم، این گربه سالمی نیستش، که ما بردیمش رو تحویل یک کلینیک دادیم. گفتیم ما پولی نمیخوایم، گربه اصیلی بود، هیمالیان بود، گفتیم پولی نمیخوایم ولی نمیتونیم ازش مراقبت بکنیم. حالا این پروسه رو من اومدم راجع به تعلق خاطر توی استوری گذاشتم، خب به تو اینو بگم از کوزه برون تراودان چه در اوست. گفتم تعلق نداشته باشین، میخوای بری بذارش دامپزشکی، یعنی بذارش پانسیون حیوانتو، بده به دوستت نگهش داره وقتی تو مسافرتی، نمیدونم گیاه تو همینطور، نه یا هی ریشه بدون، آی گل دارم، ماهی دارم، حیوان دارم، هیچ جا نرم. تو باید به عنوان یک انسان برای پاکسازی سفر بکنی. یهو دیدم یه خانومی اومده نوشته این خانوم رو برین منشن کنین که داره به بقیه هم یاد میده حیوان آزاری کنین، گربه بدبخت با الیزابت گذاشته در دامپزشکی. اینها از ذهن کوچیک میاد، اینها از عدم آگاهی میاد، حتی نتونسته متوجه صحبت من شده، در حالی که من خیلی استوری گذاشته بودم، خیلی واضح بود که من اصلا مقصود حرفم به کدوم سمته، ولی اصلا من با خودم بودم چه جالب،
متهم شدیم به حیوان آزاری، چیز دیگه گفتم، چیز دیگه تفسیر شد. خیلی توصیه میکنم کتاب بخونید، اگر نه اصلا ذهن تحلیلگری نخواهید داشت. ذهن زمانی قوی میشه که مطالعه قوی باشه. هر کتابی نخونید، هرچی کتاب من معرفی میکنم توی جایزه ها میارم، کتابی جایزه میدم من بچه ها که خونده باشم، هر کتابی رو تو جایزه ها نمیارم. لطفا کتابایی که من فقط رو جایزه ها معرفی کردم، کتابایی که من تو جادوی سزار معرفی کردم، اینها کتابایی که ذهن شما رو باز میکنن. جیم ران یک جمله خیلی قشنگی داره، میگه پلن بذارین، یک در واقع صحبت قشنگ بگم، میگه پلن بذارین برای اینکه اولین $1,000,000 زندگیتون رو به دست بیارین. در واقع ما بیم پلن بذاریم برای اینکه اولین 1,000,000,000 تومان زندگیت رو به دست بیاری، نه به خاطر پولی که به دست میاری، به خاطر شخصیتی که توی این مسیر باید کسب بکنی تا به اون پول برسی. پول عروس سمت هر کسی نمیره. میخوام اینو بهت بگم، ما در مسیر رسیدن به درآمد بالا باید خودسازی داشته باشیم. کم کم که تو فرکانس مالی 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون ماهانه درآمد بیفتی، متوجه منظور من میشی که یک آدم دیگری شدی. و این آدم دیگر شدن یکیش از نظم و دیسیپلین و پارادایم شخصی میاد که من تغذیه رو رعایت کنم، من صبح زود بیدار شم، من ورزش بکنم و اینها نیاز به اراده و دیسیپلین داره. 2، من باید مطالعه بکنم. یعنی این دوتا کنار هم باید باشه اگه میخوای پیشرفت داشته باشی. و 3، باید مکتوب، همیشه رویاهام و خواسته هام رو مکتوب کنم که این صبح ها 20 دقیقه نوشتن خیلی توی این مسئله میتونه کمکت بکنه. میخوام کمکت کنم که یه بازی فراوانی داشته باشی. حتما بچه ها اپلیکیشن من رو بریزین. من توی اپلیکیشن آموزش های خیلی خیلی خوب، هم رایگان هم پولی، دوتا رو براتون گذاشتم تو اپلیکیشن گذاشتم که توی یکی از آموزش هایی که باید هزینه بدین قانون جذبه. قانون جذب انقدر بازی های فراوانیش براتون خوب خواهد بود که نمیتونم توصیف کنم. من با بازی های قانون جذب درآمدهامو پله پله افزایش های 10 برابری دادم. یه قانون جذبی که میخوام امروز بدم که تو این 20 دقیقه نوشتن ها انجامش بده، حتما تو 20 دقیقه نوشتن 5 دقیقه 6 دقیقه اول که رو شکرگزاری 10 موردی که به خاطرش میتونی شکرگزار باشی اون روزو بنویس. ممکنه مثلا تو اون روز به خاطر حضور پدر و مادرت، به خاطر حضور دوستهای مفیدت، به خاطر اینجور مسائل شکرگزار بشی، فرداش بیای راجع به سلامتی شکرگزاری کنی. 10 مورد شکرگزاری بنویس. میگن که اول خود ما هم وقتی که توی مواردی که میخوایم از کسی حتی انتقاد کنیم یا از کسی درخواستی داریم، میگیم 2 چیز تعریف کن ازش، بعد برو حالا مثلا درخواستتو بگو، بعد برو حالا بگو این تیکه کارتو من اگر بودم این کارو نمی‌کردم. خدای ما هم همینه دیگه. اول که میخوایم یه چیزی بخوایم، لیست درخواست هامون رو بنویسیم، اول باید بلد باشیم که 2 تشکر ازش بکنیم و بعد بیا بازی فراوانی انجام بده. مثلا درآمدت ماهی 5 تومنه، خیلی دوست داری که امسال درآمدت ماهی 30 میلیون تومان بشه، هر روز بنویس اگر درآمد من ماهی 30 میلیون تومان باشد امروز زندگی من چطوریه. مثلا تو با ماهی 5 تومن داری الان مثلا یه سری هزینه ها رو انجام نمیدی، یه سری جاها نمیری، ماهی 30 تومن داشته باشی، هر روز میتونی حتی بیرون باشی. یعنی هر روز میتونی فکر کنی برم یه کافی شاپ یه کافی بخورم، تاش میخواد بشه روزی 100,000 تومان، روزی 200,000 تومان، 5 تومن، 6 تومن، 10 تومنش بره. ولی از این کار اگه لذت میبری، میگم لذت میبری، انجامش بده. بنویس میرم کافه، میرم با دوستام اینجا، میرم پیاده روی، میرم این کتاب میگیرم. اون لایف استایلی که ماهی 30 تومن بهت میده، حالا من مثال زدم ممکنه یکی ماهی 30 تومن باشه، ماهی 300 تومن الان نوشته باشه. لایف استایلی که اون، یعنی شیوه زندگی که اون درآمد میتونه برات ایجاد بکنه رو بنویس. اینو میتونم بگیرم، اونو میتونم بگیرم، الان نمیتونی ولی اون موقع میتونی. بعد که نوشتی اینو میخوام بگیرم، پاشو برو حالا توی چه میدونم اینستاگرام، گوگل، هر جایی که نمونهش هست نگاه کن، قیمت‌های روزش رو در بیار. به این میگن تنظیم فرکانسیک. یعنی من خودم رو دارم تنظیم میکنم هر روز که با اون رقم دارم زندگی میکنم. دوستان تو رویا زندگی بسازین که دوست دارین،
و روزی 1 ساعت توش باشیم. حالا مثلا صبحمون 20 دقیقه نیم ساعت میتونیم کار کنیم، ظهرا میتونیم وقتی خسته شدیم 1 روب بریم دوباره تو اون دنیا، عصرا میتونیم دوباره 1 روب بریم. و میخوام اینو بهت بگم، دیروز خواهرم گفتم نگاه کن، زندگی چشم به هم زدنه. همین انگار نه انگار همین دیروز عید بود، تو تعطیلات بودیم، تموم شد و رفتن همه سر کار و الانم انگار نه انگار که همه آماده عید داشتیم میشدیم. میخوام بهت بگم که زندگی چشم به هم زدنه. به خودمون میبینیم که تموم شد، واقعا تموم شد و تمام اتفاقها مثل یه فیلم تند سراغمون میاد. همین الان ممکنه بچه دار باشی، ممکنه چند سال ازدواج کرده باشی، ممکنه 1 سال ازدواج کرده باشی، نمیدونم، ولی اون پروسه ازدواجت خب خیلی مقدمات داشته دیگه. لباس بگیرم، این کارو کنم، گل بگیرم، فیلم بردار بیاد و الان میبینی یه پروسه چشم به هم زدن شده، تموم شد و تو فقط یه خاطره ازش داری، یک غبار خاطره داری. و میخوام بهت بگم که همه چیز در این زندگی رویاه. پس سعی کن روزی 1 ساعت اون رویایی زندگی کنی که دوستش داری، لذت ببر از رویایی که میتونی بسازی و شکرگزار باش بابت اینکه اجازه بهت داده شده که حتی به اون رویا فکر بکنی. کم کم میبینی که فرکانست هی نزدیک و نزدیکتر به اون زندگی رویایی میشه که تو ذهنت داری باش زندگی میکنی و کم کم در زندگی واقعی همون زندگی برات ساخته خواهد شد. این توصیه امروز من رو حتما انجامش بدین. دوستان، من پرانتز آخر رو میخوام راجع به بخشش، شکرگزاری با بخشش داشته باشیم. خدای من و تو خیلی چیزهای ما داده که میتونه یکیشو بگیره. من و تو میتونیم نبینیم، میتونیم همین امروز هم تو کنیم 5 دقیقه با چشم بسته کارهات رو انجام بده و ببین چقدر سخته. میتونیم نشنویم، این هم آدم ناشنوا هستن، واقعا میتونیم نشنویم. میتونیم دندون جویدن نداشته باشیم، همه که پول ایمپلنت کردن ندارن، همه که پول تعمیر دندون ندارن. میتونیم دست نداشته باشیم که میخوایم خیلی کارها رو انجام بدیم. من یه پیج تو اینستاگرام یه خانمی رو دیدم خیلی خوش اندام، خیلی تیپیک، خودش ورزشکار، همسرش ورزشکار، دیدم یکی از دستش از اینجا قطعه و میخوام بگم واقعا میتونستیم نداشته باشیم. لطف خداست، بخشیده من و تو نعمت سلامتی رو، نعمت بخشیده، هر چیزی که میده بخشششه و ما هم باید مثل اون بخشنده باشیم. یکی از دعاهای بزرگ در واقع امام صادق این بود که تو صحیفه سجادیه، توی امام سجاد توی صحیفه سجادیه اینه که به من صفات خداگونه بده، من هم مثل تو فکر کنم، مثل تو رفتار کنم. برای همین ما هم باید بخشش رو الگو قرار بدیم. حالا اونی که هر کسی اندازه خودش داره دیگه، یکی ماهی 1 میلیون تومان داره، یکی ماهی 20 میلیون تومان داره، یکی ماهی 200 میلیون تومان داره، یکی ماهی 1 میلیارد تومان داره. هر کسی به اندازه خودش داراست. باید یاد بگیریم که ببخشیم. 10% درآمد باید بخشیده بشه و اگر من با درآمد ماهی 1 میلیون تومان نتونم 100 تومنش رو بدم، با ماهی 100 میلیون تومان نمیتونم ماهی 10 میلیونش رو ببخشم. خیلی سخت در میشه قضیه. آخه معمولا آدم بهانه میگیرن، میگن که الان که من درآمدی ندارم، بس وقتی درآمدم رفت بالا خوب میبخشم به این بهانه است. تو وقتی تو رقم کوچیک به خدا داری پیامو میدی که من دل بخشششو ندارم، تو رقم بزرگ هم نمیتونی و میگه خدا میگه این ظرفیت همین ماهی 2 تومنه رو نداره، نمیتونه یک کمش رو ببخشه، من بیا ماهی 20 تومن بهش بدم و نمیده. یکی از کارهایی که کمک میکنه توی مسیر پولدار شدن بهتون بخششه. من یه زمانی دچار سوء تفاهم میشدم، میگفتم آدما به خاطر پول سمت من میان. آدمایی که میگم بهتون منظورم نزدیکام، دوستام، گفتم به خاطر موقعیت و پوله که میان و ناراحت بودم از این داستان. تا طرز فکرمو عوض کردم، گفتم که
عوض شد. یعنی خب فرکانس که تغییر کنه طرز فکر عوض میشه. گفتم نه، خدا به من داده و من باید با خوشحالی ببخشم اون جایی که طرف لازم داره. و اصلا دیگه واسه من شده عادت، مثلا همیشه 1 میلیون 2 میلیون میگیرم، 10 50 تو کنسول ماشینم میذارم، اگر کسی بیاد سمتم دست رد به سینه‌اش نزنم، چون یه جایی خوندم و قشنگه، خوشت میاد. این جمله رو هیچ یادت نره. میگه وقتی که کسی میاد از طلب کمک میکنه، یعنی خدا به تو اجازه در واقع کمک کردن داده. خدا در تو دیده که بخوای به بنده هاش کمک بکنی، پس دست کمک کسی رو رد نکن و در اندازه و اشل خودت ببخش، چون که بخشندگی باز هم کار هر کسی نیست. بخشنده کسیه که واقعا، یعنی اگر یکی ماهی 1 میلیارد داره باید 100 میلیونش رو ببخشه، اگه یکی ماهی 100 میلیون داره باید 10 میلیونش رو ببخشه، اگه یکی ماهی 5 میلیون داره باید 500,000 تومنش رو ببخشه. و هر کسی به اشل خودش این بخشش رو باید داشته باشه، چون بخشش یکی از صفات خداست و ما هم بخشی از خدا هستیم و اگر بخوایم صفتهای خداگونمون رو روز به روز تقویت کنیم باید روی خودمون کار کنیم. توی اون دنیا چند تا چیز با خودمون میتونیم ببریم. یکی نامه اعمالمونه، چقدر بخشیدی. بخشش همش هم مادی نیست. یه جایی بخشش اینه که من از سهم خودم توی اون صفحه بگذارم، یه جایی اینه که من از خیلی چیزها چشم پوشی کنم، یه جایی بخشش اینه که من حال دیگران رو خوب کنم. صبحتون به خیر باشه. امیدوارم که لایو امروز تونسته باشه ذهنت رو آماده کنه. بریم به قانون تلایون برسیم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.